الگوهای ادامه دهنده همونجور که توی اول آموزش بهتون گفتم توی وسط روند به وجود میاد. به عنوان مثال اگر این یک روند صعودی باشه، ما الگوهای ادامه دهنده رو میتونیم توی وسط روندها پیدا کنیم و به ما نشون میدن که روندی که داریم قرار ادامه پیدا بکنه. با الگوهای بازگشتی که تو قسمت‌های قبل بهتون آموزش دادم توی سقف و کف‌های بازار به وجود میاد و نشون دهنده بازگشت روند هستش، یعنی موج صعودی رو به موج نزولی و موج نزولی رو به موج صعودی تغییر وضعیت میدن. و اما الگوی ادامه دهندمون یه مدل الگو داریم که بهش سگانه های صعودی و نزولی میگن. توی این الگو سگانه های صعودی ما یک روند صعودی داریم و وسط این روند صعودی یک کندل صعودی شکل میگیره. بعد از این کندل صعودی حداقل 2 تا کندل نزولی یا 3 تا کندل نزولی داخل بدنه این کندل صعودی تشکیل میشن و سپس یک کندل صعودی بزرگ شکل میگیره که کل این کندل های قبل رو میپوشونه و بعد ما شاهد ادامه روند هستیم. به خاطر همین به این الگو میگن الگوی ادامه روند. یعنی چی؟ یعنی وسط روند شکل میگیره و بعد از این الگو دوباره ما روند قبل از این الگو رو ادامه میدیم و بهش میگن الگوی سگانه صعودی که جز الگوهای ادامه دهنده هستش. توی حالت نزولی ما یک روند نزولی داریم، یک کندل نزولی بزرگ داریم و داخل این کندل نزولی بزرگ حداقل 2 تا یا 3 تا کندل صعودی شکل میگیره و بعد یک کندل نزولی بزرگ دیگه تشکیل میشه که کل کندل‌های قبل رو میپوشونه و ما شاهد ادامه روند هستیم که به این 2 تا الگو میگن الگوهای ادامه دهنده روند که بالای حالت صعودی داره و پایینی حالت نزولی داره. و اما نکته‌ای که تو این الگو وجود داره، این الگو شبیه الگوی پرچم هستش که الگوی پرچم رو توی الگوهای کلاسیک قراره بهتون آموزش بدم و اونجا متوجه میشیم که الگوی پرچم چی هستش. و اما مثال هایی که اینجا وجود داره اگر نگاه کنید ما یک روند صعودی داریم، بعد یک کندل صعودی بزرگ شکل گرفته، بعد از اون 2 تا کندل نزولی تو دل این کندل صعودی تشکیل شده و کندل چهارم که یک کندل بزرگ هست کل کندل های قبل رو پوشونده و ادامه روند رو شکل داده. توی اینجا دوباره ما یک روند صعودی داریم، وسط روند یک کندل بزرگ داریم صعودی، تو دل این کندل بزرگه 1 2 3 تا کندل نزولی شکل گرفته و بعد از اون دوباره یک کندل صعودی اومده این کندل ها رو پوشونده و ادامه روند رو تشکیل دادن. بریم سراغ مثال دیگه. ما اینجا یک حالت رنج رو داریم که البته یه حالت صعودی داره که داخل این حالت صعودی کندل صعودی بزرگ داریم، 2 تا کندل نزولی داریم که تو دل این کندل هاست و بعد از اون یک کندل صعودی اومده کل این کندل های قبل رو پوشونده و ادامه روند صعودی رو داریم. دوباره یک روند صعودی داریم، یک کندل صعودی بزرگ که تو دل این کندل صعودی بزرگ 1 2 و 3 تا کندل شکل گرفته و کندل چهارم اومده کل کندل های قبل رو پوشش داده و ادامه روند رو داریم. بریم روی چارت و چند تا مثال روی چارت بهتون نشون بدم. روی چارت یورو به دلار هستیم، تایم فریم 5 دقیقه. یه نکته که اینجا بخوام بهتون بگم، شما واسه اینکه بخواید این الگوهای کندلی رو پیدا کنین میتونید داخل تایم فریم های مختلف پرسه بزنید و داخل هر تایم فریمی توی یک ماهه گذشته این الگوها رو پیدا بکنید که حالا روش این که چطوری بخواید تمرین کنید رو هم بهتون میگم حتما. و اما تو تایم فریم 5 دقیقه شما اگر نگاه کنید ما اینجا یک روند صعودی داریم، تو دل این روند صعودی یک کندل صعودی شکل گرفته، بعد داخل این کندل صعودی 2 تا کندل نزولی داریم
و کندل سوم اومده این دوتا کندل‌های قبلی رو پوشونده و ادامه روند صعودی رو شکل داده. و اما بیایم گذشته تر، شما دوباره اینجا میبینید یک روند نزولی داریم، دو تا کندل صعودی تو دل این کندل نزولی شکل گرفته و کندل چهارم اومده کل این کندل های قبل رو پوشونده و یک ادامه روند داریم و روند ریزشی ادامه پیدا کرده که بهش میگن الگوی سه‌گانه نزولی. الگوهای سه‌گانه کلا روی چارت خیلی کم پیدا میشن و کمتر دیده میشن به شکل خیلی تمیزش. به خاطر همین باید خیلی دنبالشون بگردین تا چشمتون به این الگوها عادت کنه و بهترین راهش هم اینه که تو تایم فریم های مختلف توی یک ماهه گذشته بیاین و این الگوها رو پیدا بکنید. بریم سراغ ادامه آموزش هامون که قراره توی قسمت های بعد راجع به روندها و خط روندها با همدیگه کار کنیم و بهتون آموزش بدم. امیدوارم که الگوهای کندلی که تا الان بهتون آموزش دادم، یعنی الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده‌ای که بهتون گفتم، مفید بوده باشه و یاد گرفته باشین و هر سوالی هم داشتین داخل گروه تلگرامی بپرسین، در میون بذارین و حتما جوابتون رو میدم و مشکلاتتون رو با هم رفع میکنیم.